به نام پروردگار که من عبدالله را یکتاپرست کرد، به نام پروردگاری که من را از راه باطل به راه حق هدایت کرد، به نام آن پروردگاری که انسان را از یک مشت خاک آفرید. سلام، من عبدالله هستم، 35 سال دارم، تاجیکستان. اولین شخصی که اسلام ناب را قبول می کند، من خواستم بگویم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله، لا اله الا الله محمد رسول الله. اکی انصاری، من شما را دوست دارم و 6 ماه می شود که شیعه و سنی را مطالعه می کنم. من شیعه بودم و اسلام ناب را قبول کردم و موحد شدم. 6 ماه می شود که من شما را تماشا می کنم و ضیق بودم که کدام این حق بوده است که واقعا سنی حق بوده است. و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ای قزوینی، این را بدان، من از پشت اکی انصاری دفاع از ناموس پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهم کرد و این را بر تمام جهات پخش کنید تا اینکه بدونند که عبدالله موحد یکتاپرست شد. خدا حافظ.